داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان عیسی ایلعازر مرده را زنده کرد. یک روز عیسی اشکند که ایلعازر باز مریضند. ایلعازر و دو گوهری مریم و مرتا نزدیک و صمیمی این عیسی دوستانتند. وقتی عیسی یه خبر اشکت گوشت، یه بیماری موجب آی مرگا و نبید، بلکه په بزرگی و خدای جلال بید. عیسی با وجودی که آوان دوست داشت، ولی دور وچه دیگه به ما جایی که حتت ماند. بعد چه گذشت دور وچه عیسی به شاگردان گوشت بیایید به یهودیه برگردند. اما شاگردان گوشتش ای استاد، همه چنکروش قبلت که سران یهود لوتتش ترا به یهود اتهاب کشند. عیسی در جواب گوشت امه دوست ایلعازر بابته و من رین آیره پادکنین. عیسی شاگرد پاسخش داد خداوندا اگر بابته حالی گهتره بید. پس عیسی به طور واضح گوشت ایلعازر مرده و من خوشحالون که آیی کنه هتون چون شما به من ایمان کارید. وقتی عیسی به ایلعازری محل سکونت شهر را رست، ایلعازری مرکا 4 روز گوستد. مرتا به عیسی پیشواز شد و گوشت سرورم اگر اده بوتینه نی براز شدسته نشد، اما من ایمان دارین اگه تش خدا و بلوت نی براسا دوارک زندگی کند. عیسی پاسخ داد کسی که مردگان زندگی کند و بریشان زندگی بخشید من هستم. هر که به من ایمان داشته بید اگر حتی چویدگر نیم مرید دیگه گشته زندگی بید و چون به من ایمان دارید زندگی جاویدی و دیه کند و هرگز هلاک نبید. آیا بمنی یه گفته و ایمان داره؟ مرتا جواب داد بله استاد، من ایمان دارین که تا مسیح خدای زاک هسته. وقتی مریم عیسی نزدار است به رایی پادان کبت و گوشت سرورم اگه ادنته نیبراس نمرد. عیسی شاوان پرسید کجا آیره دفن کرتگو؟ آوان پاسخ داد به یه مقبره و تها بیا و بگند. سپس عیسی گیرید. ایلعازری کبر قاری هد که توی سنگ برایی دپا اشتتند. وقتی عیسی به مقبره و رست به آوان گوشت سنگان کنار جنید. اما مرتا گوشت 4 روز چند که مرته هنو دیگه آیی جسد متعفن بوده. عیسی گوشت مگر من نگوشتم که به من ایمان بیارید؟ عجیب این کارش خدا آگندید. بنابراین سنگا کنارش جد. آنگاه عیسی به آسمان سل کرد و گوشت پدر ترا شکر کنین که منی دعا بر اشکته و زانین که تا همیشه منی دعا بر اشکنه، ولی یه شر به خاطر مردمی که اده هستن دارین شین تا ایمان بیارند که تم ندیم داتگه. سپس گو بلند صدا و گوشت ایلعازر بیرون بیا. ایلعازر شکبرا بیرون آید در حالی که آیی تمام بدن به کفن اتها پیچتد و پوچی آیی سر و دیما پوشتد. عیسی به آوان گوشت آیی را پاش کند تا توانت را برود. بازین تعدادش سران کم چون یه معجزه واردیستش به عیسی ایمانش آورد، اما تعدادش سران مذهبیه که بری واقعه و حسادتش کرد جلسه تشکیل داد تا نقشه پیسایی کشتنب کشند. داستانی برگرفته کتاب مقدس انجیل یوحنا فصل 11 آیات 1 تا 46.